آقا ببخشید. آقا سلام، معذرت میخوام، ببخشید وقتتون رو میگیرم. مطب دکتر خاقانی نژادفرد میدونید کجاست؟ دکتر چیه؟ نمیدونم دکتر چیه. 3 تا ساختمون پایین تر. آره از این سمت برم؟ الان برم مطب بازه؟ نمیدونید دکتر اومده یا نه؟ طبقه چندم گفتی؟ سپاس. ویزیتش نمیدونی چنده این دکتره؟ ویزیتش سوال آخر، نمیدونی کدوم بیمارستان عمل میکنه؟ چرا ناراحت میشی؟ یه سوال پرسیدم. سوال آخر، من ماشینم اون سمت خیابون جلوی در پارکینگ اون ساختمون پارک کردم. به نظر جاش خوبه. برو بیرون.